اگر دست و پات خواب میره، اگر حافظت کم شده، اگر ریزش مو پیدا کردی، اگر موقع راه رفتن نفس میزنی و نفس کم میاری، اگر ضربان قلبت فکر میکنی نامنظم شده، اگر رنگ لبهات کبود شده و تغییر رنگ کرده و خوش رنگ نیست، اگر بهانه‌گیر و عصبی شدی و پرخاشگر شدی و سردردهای بیدلیلی داری، با من همراه باش. تو این ویدیو میگم علتش چیه، راهکار درمانش در منزل چیست. سلام، دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد کمخونی صحبت بکنم و علت کمخونی و اینکه کمخونی خیلی وقتا در افراد مختلف وجود داره و نمیدونن و علائمی داره، بیحالن، بی‌حسن، در صورتی که قوی هیکل، درشت اندامه، ولی نمیدونه که چرا حالتهای روحیش عوض شده و میرن سراغ درمان کمخونی، قرصهای مختلفی استفاده میکنن ولی کمخونیشون برطرف نمیشه و میبینید که این علائم رو با خودش داره. من در این ویدیو میخوام راهکارهای بسیار ساده‌ای رو خدمت شما بگم که خودتون علت کار رو متوجه بشین و عیب کار رو پیدا بکنین که چرا با وجودی که مواد غذایی مصرف میکنید ولی باز هم کمخونی دارید یا علائم کمخونی دارید و در خودتون یا اعضای خانواده یا بچه‌ها یا بزرگترها مشکلاتی وجود داره که اینها با داروهای مختلف برطرف نشده و بنابراین با من همراه باشین. دقایقی رو در خدمت شما خواهیم بود برای برطرف کردن این موضوعات. حتما شنیدید برای رفع کمخونی گوشت بخور. گوشت هم میخورن برطرف نمیشه. حتما شنیدید خانم‌های باردار حتما بایستی قرص آهن مصرف بکنن ولی بازم برطرف نمیشه. عزیزان بایستی علت رو پیدا بکنیم که مشکل کجا هست. سبک دکتر جاوید که سبک سلامت محور هست و خانواده ها رو سوق میده به سمت زندگی سالم، با این روش شروع میکنه که علت ها رو پیدا کنید و خودتون طبیب خودتون باشید. چه اتفاقی میفته که ما کمخون میشیم؟ عزیزان گاهی وقت رژیم غذایی مشکل داره. غذاهای بی محتوا، غذاهایی که مواد مغذیشون پایین هست، غذاهایی که ارزش غذاییشون پایین هست، ریز مغذی ها، ویتامین ها، املاح، آهن و اون چی که برای خونسازی نیاز هست رو به اندازه کافی ما دریافت نمی کنیم. پس اشکال اول در مواد غذایی که ما میخوریم. مورد دوم مشکل سر جذب مواد غذایی هست. زمانی که روده ها نمیتونن جذب خوبی داشته باشن که من در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. و مورد سوم زمانی هست که مواد غذایی به اندازه کافی هست، ریز مغذی ها وجود داره، داخل روده جذب هم اتفاق میفته ولی درون بدن ما نمیتونه اونها رو تبدیل بکنه به خون سالم و بدن از داخل مشکل داره. در مغز استخوان‌ها ایرادهایی هست یا کمبود هورمون‌هایی هست که این رو من در ادامه خواهم گفت. بریم سراغ مواد غذایی که شما رو از مصرف قرص‌های آهن بی‌نیاز میکنه، به شرطی که اینجوری که میگیم استفاده بکنید و آداب غذا خوردن رو هم رعایت بفرمایید. عزیزان کمخونی انواع مختلفی داره که یک نوعش کمخونی فقر و آهن هست، بعضیاش به خاطر کمبود ویتامین B12 و عوامل مختلف دیگه‌ای هست که حالا ما به صورت عمومی اینجا مطرح می‌کنیم. خیلی وارد بحث‌های تخصصی کمخونی نخواهیم شد ولی این مواردی که میگیم با همین توصیه‌های ساده میتونید کمخونی خودتون و خانواده‌تون رو برطرف کنید. یکی از موادی که همه شما میدونید مصرفش برای کمخونی خوبه گوشته. درسته. چه نوع گوشتی باشه؟ بهترین گوشت گوسفند هست، برای آدمای مختلف مناسبه، ولی من اینجا میخوام یک تجربه رو خدمت شما بگم. برای کسی که خانومی بود، باردار بود، به ما مراجعه کرد و قرار بود بهش خون تزریق کنن، کمخونی فوق العاده شدیدی داشت و من به این خانم گفتم که شما هر روز گوشت شترمرغ مصرف بکن. گوشت شترمرغ از حیث غنی بودن آهن 1% بالایی داره و ایشون تونست بعد از مدت کمتر از 3 هفته مشکلش رو کاملا برطرف کرد. با آزمایش سالم اومد پیش ما و خیلی هم تشکر کرد. این مورد به عنوان اولین اقدام شما میتونید در رژیم غذایی خودتون از گوشت شترمرغ استفاده بفرمایید. جالب بدونید که برای اینکه اثر بهتری در بدن داشته باشه اینه که آهن رو در کنار ویتامین C مصرف بکنید
و مهم اینه که در ظروفی استفاده بکنید که اون ظروف آلومینیوم نباشه عزیزان. شاید یادتون باشه قدیمیای ما میگفتن تاس کباب بدید به خانمای باردار یا تازه زایمان میکنن، تاس کباب تاسیانه بهشون بدین. در کشور ایران در ظروف مسی رو میگفتن تاس، در اون ظروف مسی کباب درست میکردن با لیمو ترش. در واقع این غذایی بود برای فردی که کمخون بود، استفاده میکردن و رفع میشد. ویتامین C در کنار آهن بسیار مهمه و ظروف آلومینیوم مانع جذب آهن میشه، چون آلومینیوم 20 برابر قوی‌تر به جایگاه‌های آهن در بدن میچسبه و جایگاه‌ها رو اشغال میکنه و میزان جذب آهن رو به شدت کاهش میده. بنابراین استفاده از ظروف مناسب خیلی مهمه که همینجا من توصیه میکنم ویدیویی در مورد ظروف سرکار خانم فرشته اسویدانی آماده کردن، حتما ببینید، خیلی برای سلامتی جنس ظروف مهم هست. مورد بعد برای رفع کمخونی عزیزان استفاده از پروتئین ها هست. ببینید اسید آمینه هایی که بدن ما نیاز داره، از 20 نوع اسید آمینه 18 تاش در چهارمغز هست. چهارمغزی که خدمت شما میگم پسته، بادام، فندق، گردو. اگر این چهارمغز رو شبها استفاده بکنید خیلی خوبه، به این شرط که یک دانه بجوید، خوب شیرش در دهان آزاد بشه و بعد قورت بدید. چه میزان؟ هر کدوم 10 تا، گردو 2 تا. حالا یا بجوید، اگر هم خواستید به صورت شیر 4 مغز درست بکنید، به این شکل خدمت شما عرض میکنم. این 4 مغز رو با همین تعدادی که گفتم بریزین داخل مخلوط کن، 3 قاشق عسل، 3 لیوان هم آب بهش اضافه بکنید. اگر یه مقداری گلاب هم داشتید اضافه بکنید، اگر شیره انگور هم داشتید اضافه بکنید. یک معجون میشه. بذارید 5 دقیقه بچرخه، اون آبی که ریختید تبدیل میشه به یک معجون بسیار خوشمزه و این رو صبح تا شب استفاده بکنن، یا اینکه از سر شب شروع کنن تا انتهای شب در واقع آرام آرام میل بکنن. همین دستور ساده شدیدترین کمخونی ها رو برطرف کرده. تجربه بسیار زیادی هم عزیزان داریم و من توصیه میکنم که به جای استفاده از مکمل ها بیاین از این روش های طبیعی استفاده بکنید. مورد بعد یک مولتی ویتامین میخوام خدمت شما معرفی بکنم که این مولتی ویتامین هم برای رفع کمخونی بسیار عالی هست که شامل کاهو، سیب درختی، خیار بوته‌ای، جوانه گندم و انواع جوانه های دیگه، خصوصا جوانه یونجه اگر بود استفاده بکنید، چون هم یونجه هم جوانه یونجه فوق العاده برای کمخونی خوبه. و روغن زیتون، آب لیمو ترش تازه و مقداری کشمش یا کنجد، اینو میریزید. یک سالاد مولتی ویتامین بسیار عالی هست. به علاوه کلم، انواع کلم، این هم میتونید در واقع خورد کنید و یک سالادی رو آماده بکنید، به شرطی که خوب بجوید، با آرامش شبها مصرف بکنید. ما موارد بسیار موفقی در برطرف کردن کمخونی داشتیم با همین دستورات ساده. هر کدوم از اینها برطرف کننده هست. من انواع متنوعی رو از مواد غذایی مختلف میگم خدمت شما، هر کدوم در دسترستون بود استفاده بفرمایید و مشکلتون رو برطرف کنید. ماده غذایی مفید بعدی عزیزان شیره ها هستن. شیره توت، شیره انگور، شیره خرما. این ترکیبات رو اگر تهیه کردید با هم مخلوط بکنید، بهش میگن 3 شیره، به نسبت مساوی مخلوط بکنید. اگر شیره انجیر هم پیدا کردید چه بهتر. بعد از هر وعده غذا 1 قاشق غذاخوری از این میل بکنن، کمخونی برطرف خواهد شد. مورد بعد یه فالوده درست بکنید با سیب. یه سیب رنده بفرمایید، 1 قاشق عسل و 2-3 قاشق هم عرق بیدمش و این رو صبحانه ها نوش جان بفرمایید. عزیزان یونجه بسیار آهن فراوانی داره و یونجه مخصوص دام فقط نیست. یونجه به عنوان یک سبزی میتونن افراد استفاده بکنن و شنیدم که در کشور چین به عنوان سبزی خوردن دارن مردم استفاده میکنن. بسیار سبزی هست که 10 برابر اسفناج آهن داره و شما میتونید به عنوان یک ماده غذایی خوب استفاده کنید. اگر یونجه در دسترس نبود، بذر یونجه رو میتونید بگیرید، بذارید جوانه بزنه و جوانه زده‌ش رو در سالاد و اینها استفاده بکنید. روزی چند قاشق از این بذر استفاده بفرمایید. اگر نبود عرق یونجه هم به عنوان یک ماده غذایی خونساز بسیار عالی هست. از بین میوه‌جات هم عزیزان میوه‌هایی مثل انگور، سیب، انار، خربزه شیرین مثل زردآلو، اینها به شدت خونساز و مفید هستند. گلابی، به، اینا بسیار عالی هستند. اینا هم در جیره غذاییتون داشته باشید، خیلی کمک میکنه به رفع کمخونی. دوره درمان کمخونی معمولاً
بسته به شدت کمخونی بین 2 هفته تا 1 ماه زمان میبره، نه بیشتر. این کافیه برای برطرف کردن هر نوع کمخونی، به شرطی که عزیزان در این دوره درمانی شما غذاهای ممنوعه استفاده نکنید. ویدیوی ممنوعات ما رو حتما ببینید، چون اگر اون غذاها رو استفاده بکنید مانع جذب میشه و اختلال ایجاد میکنه و اجازه نمیده شما مشکلتون برطرف بشه. خصوصا مواردی مثل چای که در واقع اجازه جذب آهن غذا رو نمیده، مواد غذایی شکردار همچنین، مواد غذایی مثل روغن‌های صنعتی و روغن‌های که پالم داره توش و روغن‌هایی که پارافین داره، این روغن‌ها در واقع اجازه جذب خوبی نمیدن و فرد کمخونیش برطرف نخواهد شد. پس قسمت اول مواد غذایی که عزیزان خدمت شما گفتم چی بخورید همونا کافی هست. حالا مواد دیگه هم هست، در همین حد اکتفا میکنیم. و برای اینکه جذب خوبی داشته باشید، مرحله دوم بحث جذب خوب هست که نیاز هست که اولا شما مواد غذایی ممنوعه مصرف نفرمایید. دوما زمانی که استرس دارید غذا نخورید، چون استرس مانع جذب خوب میشه. و از ظروف آلومینیوم و ظروف تفلون استفاده نفرمایید، چون اجازه جذب خوب به آهن و مواد مغذی رو نمیده. چند تا غذای خونساز هم خدمت شما بگم. غذاهایی مثل حلیم گندم گوشت بسیار عالی عزیزان. غذاهایی مثل آبگوشت پرنخود، غذاهایی مثل فسنجان نصف بادام نصف گردو. و در رژیم غذایی خودتون از گوشت ها استفاده بفرمایید. گوشت های کباب شده برای کمخونی بهترن، خصوصا اگر روی زغال کباب بفرمایید اثر بهتری داره در رفع کمخونی. از نون های سبوسدار استفاده بفرمایید و حتی المقدور نون بدون سبوس و برنج بدون سبوس رو کم کنید. و در رژیم غذایی خودتون از روغن های طبیعی استفاده بکنید، مثل روغن زیتون، کنجد یا روغن های حیوانی که بسیار عالیان برای رفع کمخونی. تا زمانی که مردم روغن های سالم مصرف میکردن اینجوری بیحال و بیرمق نبودن. الان خیلی از افسردگی ها، خیلی از این ضعف های جنسی و مشکلات جنسی که آقایون دارن یا خانم ها دارن به خاطر همین مواردی هستش که اینها متاسفانه برنامه غذایی خوبی ندارن و با این غذاهای ساده میتونن مشکلاتشون رو برطرف کنن و زندگی شیرین‌تری داشته باشن. عزیزان، اگر این مواد غذایی رو در رژیم غذاییتون آوردید، مورد اول رژیم غذایی رو درست کردید، جذب رو درست کردید و دیدید باز هم کمخونی برطرف نمیشه، ایراد داخل بدن هست. خونسازی در مغز استخوان‌ها انجام میشه و کسانی که غلبه سردی دارن در تنشون، در واقع اینها همون اصطلاح ساده‌ای که گفتم، حال نداره بدن این مواد رو تبدیل بکنه، سوخت و ساز بکنه و در واقع خون بسازه. این مشکل هست. اینجا نیاز هست که ما متابولیسم بدن رو تنظیم بکنیم و متابولیسم رو افزایش بدیم که برای این کار نیاز هست به مواد غذایی گرمی بخش، مواد غذایی که بدنمون رو گرم بکنه، مثل خرما، مثل ادویجات، مثل فلفل. و کار دیگه هم که ما میتونیم انجام بدیم، از بیرون هم گرما به تن بدیم. خصوصا اگه در فصل سرد بودید از کرسی استفاده کنید. پاها رو که مرکز خونسازی بدن هستن اینها رو گرم بفرمایید. کسانی که از کرسی استفاده میکنن معمولا در واقع صورتهای گلگون و پرخونی دارن. یکی از اون مواردی که خیلی مهم هست و اشاره کردیم فعالیت بدنی هست. فعالیت بدنی برای خونسازی بسیار ضروری و مفید هست، چون متابولیسم رو افزایش میده و سوخت و ساز رو افزایش میده و کمک میکنه به بهبود گردش خون در پاها و در محلهایی که خونسازی در واقع اونجا انجام میشه. و یه نکته دیگه، عزیزانی که در مناطق سردسیر زندگی میکنن اینو بدونید عزیزان، هورمون اریتروپویتین هورمونی هستش که باعث رشد میشه و تحریک خونسازی رو انجام میده. این هورمون در غده فوق کلیه که روی کلیه هست ساخته میشه و بهتره کلیه ها رو گرم بگیرید، از شال پشمی یا کمربند نمدی استفاده بفرمایید. خیلی کمک میکنه به ترشح بهتر این هورمون و وقتی کلیه ها در معرض سرما قرار میگیرن کلیه در واقع اختلال عملکرد پیدا میکنه و غده فوق کلیه هم همچنین. و نکته پایانی این که دوستانی که لایک و کامنت میدن به انتشار بهتر مطالب و انتشار در واقع سلامتی به جامعه کمک کردن، ما رو خوشحال کردن. شاد و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.